معرفی سبک‌های فوتبال پارت اول. تیکی تاکا. تیکی تاکا یه سبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ، پاس‌های کوتاه و حرکت مداوم بدون توپه. ایده اصلی این سبک اینه که تیم با گردش سریع توپ، ساختار دفاعی حریفو خسته کنه و خطوط اون از هم باز کنه. کلید اجرای اصلی تیکی تاکا تو مثلث سازیه. تو هر لحظه بازیکن صاحب توپ حداقل با 2 تا بازیکن برای پاس دادن داشته باشه. این مثلث‌ها باعث میشن که حریف مداوم بین 2 یا 3 تا بازیکن گرفتار بشه و انرژی زیادی برای پرس کردن از دست بده. پپ گواردیولا این سبک با فلسفه پوزیشنال پلی به اوج میرسونه. زمین به مناطق مشخصی تقسیم میشن و بازیکن‌ها موظفن فضاها رو اشغال کنن، نه صرفاً دنبال توپ حرکت کنن. نتیجه اینه که تیم همیشه برتری عددی داره و زاویه مناسبی برای پاس دادن. با این حال تیکی تاکا بی‌نقص نیستش. وقتی تیم مقابل به شکل فشرده منظم دفاع میکنه یا از ضد حمله‌های سریع بهره مند بشه، این سبک گاهن به پاسکاری‌های بی‌ثمر و بدون موقعیت جدی تبدیل میشه. با این وجود تیکی تاکا همیشه به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و زیباترین سبک‌های تاریخ فوتبال شناخته میشه. فلسفه‌ای که با قهرمانی‌های بارسلونا و اسپانیا جواب خودش رو به خوبی پس داده. نظر تو چیه؟ به نظرت این سبک یکی از بهترین و زیباترین سبک‌های فوتباله یا فقط یه سری پاسکاری بی‌ثمر و بدون موقعیت جدیه؟